سلام بچه‌ها، چطورید؟ خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو اومدیم با بهترین آیدیای فری فایر. بهترین آیدیا که نمیشه، آیدیای 10 رقمی هم توشون هست که کمیابن 10 رقمی ها. این آیدیا نمیدونیم صاحباشون کجا رفتن و چه بلایی سر اکانتشون قراره بیاد. اکانتشون هیپ هاپ داره، تو الیتای قدیمی بوده. خلاصه بریم سراغشون. این آیدی اول که چیزی زیاد عجیبی به نظر نمیاد، ولی خب آیدی 10 رقمی داره و آیدی 10 رقمی همونجوری که بهتون گفتم یه آیدی کمیاب حساب میشه، چون زیادی‌ها 10 رقمی نیستن اصلا. مثلا خودتون برین آیدیتون رو توی فری فایر تست کنین ببینین 10 رقمیه یا نه. معمولا 8 رقمی هست. خب آیدی دوم این آیدی هست که این آیدی هم 8 رقمی هست و آیدی زیاد عجیبی نیست. اگه اشتباه نکنم 8 رقمیه و 10 رقمی هم هست فکر کنم. آره 10 رقمی هست. چیز عجیبی که این اکانت داره که هیچ الایتی نبوده، هیچ الیتی نبوده. الایت که یعنی که یه الیتو الایت کنی و وسایل پوینتشو بگیری. هیچ الیتی نبوده و این دو تا لباس شیکو داره و این لباسا رو من توی بازی ندیدم. این لباسو که من توی بازی ندیدم، حالا شاید قدیمی‌ها دیده باشن، ولی هیچ لباسی با این مشخصات و هیچ شلواری با این مشخصات توی بازی. خب سومین و یکی از بهترین آیدیای این ویدیو، آیدی که اکانت الیتای قدیمی بوده، به خوبی خودش الیتای قدیمی بوده. الیت دزدریایی هم الایت کرده. این لباس شیک هم داره که پشتش فری فایر نوشته، خود فری فایر حتما بهش داده. نه اصلا اینطور نیست، فری فایر به کسی لباس مفتکی نمیده، ولی این لباس رو اصلا تو طول بازی من ندیدم. حالا دیگه اگه شما خیلی قدیمی تر هستین بگین، حالا بگین دیدی بودین این لباس رو یا نه. من که اصلا ندیده بودم. هیچ انمی که نه، هیچ کسی که توی مثلا جهانی درخواست میده این لباس رو داشته باشه. خیلی عجیبه. آیدی چهارم و عجیب ترین آیدی، لولش 5. دقت کنین به لول 5 بودنش، دقت کنین، این مهمترین چیزشه. بچه وقتی برین این چیزو ببینین، کلا همه چیزو ببینین، میبینین که 4 5 تا الیت بوده که الیتای جدید بودن. نه الان که الیتای جدید حساب نمیشن، الیتای قدیم حساب نمیشن. این لباس یوتیوبری آبی، اون شاخ خیلی خفنی که من آرزوشو داشتم، و این کفش نمیدونم مال کجا ساله، اگه میدونین بگین. و فقط با 2 دست پلی دادن میشه رفت لول 5. و چجوری تو 2 دست پلی دادن این همه الیت، نه حالا عادی نیست، این همه الیت جمع کرده، این همه لباس خوشگل داره. جم هم 100% شاید جم زده باشه، ولی خب لول 5 ارزش جم نداره، یعنی صاحبش خره 100%. بچه‌ها اینم آیدی آخرمون و مهمترین آیدی این ویدیو. اکانتش لول 9 الیت ساکورا بوده، الیت شاه بوده، الیت اون یکی رو نمیدونم. حالا این لباس بسکویتی هم داشته. بسکویتی نکنین، بیسکویتی اصلا نیست، بسکویتیه. اینو اصلا من تو طول بازی ندیدم، پس چجوری وجود داره؟ بچه‌ها این همون پروفایلیه که میگفتن اصلا وجود نداره، ولی این داره. عجیب، واقعا عجیب. این حالا لباس شادی اون کلش هم خیلی باحاله، ولی این همون پروفایلیه که میگفتن تو طول بازی ندیدنش کسی، ولی خب